نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، مطالبی را درباره فضیلت و ارزش و تأثیر حج در خدمت شما بیان کردم. اما یکی از اساسی ترین مسائلی که در باب عبادات مطرح هست و در هر عبادتی این مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته، شروط وجوب عبادت هست که در چه شرایطی و بر چه انسانهایی این عبادت فرض می شود. هیچ عبادتی از این شرایط مستثنا نیست، اهم از نماز و روزه و زکات و حج و همچنین عبادات دیگر. و قبل از هر عبادتی این مورد بحث قرار می گیرد که این عبادت با این کیفیت و در این زمان و مکان بر چه انسانهایی واجب هست، یا به تعبیر دیگر شروط وجوب حج چیست؟ چه کسانی باید حج بکنند و اگر حج نکردند مؤاخذه می شوند و گناهکار محسوب می شوند؟ این شرایط در شریعت اسلامی برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و مشروحاً بیان شده. یکی از اساسی ترین شرایط وجوب عبادت اسلام هست، یعنی این که انسان باید مسلمان باشد تا اینکه به عنوان یک عبادت نماز و زکات و روزه و حج بر اون واجب و فرض بگردند. پس بنابراین اساسی ترین شرط در این زمینه مسلمان بودن هست، زیرا که مخاطبان اصلی شریعت اسلامی و مخاطبان اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی هستند که به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارند. گرچه از نظر اصولی مطلبی هست که آیا کافران مخاطب به فروع اسلام هستند یا خیر، اما به عنوان یک عبادت فقط مسلمانان مورد خطاب الله متعال هستند و برای وجوب هر عبادتی اسلام شرط اساسی هست و فرضاً هم اگر یک کافر یک عبادت اسلامی را با این کیفیتی که در شریعت اسلامی تدوین شده با همین کیفیت انجام بدهد، این به عنوان یک عبادت و یک قربت از اون پذیرفته نخواهد شد، زیرا که همان گونه که اسلام شرط وجوب هست برای حج و عبادات دیگر، شرط صحت عبادت هم هست. و دومین
شرط وجوب حج عقل هست، یعنی این که انسان مسلمان از نظر عقلی باید سالم و تندرست باشد، دیوانه و مجنون نباشد، زیرا که انسانی که دیوانه هست، مجنون هست، مورد خطاب الله متعال قرار نمیگیرد و بالفرض اگر ما تصور هم بکنیم که مخاطب الله متعال هستند، انسان مجنون نمیتواند خطاب الله متعال را درک بکند و بفهمد. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. 3 نفر مؤاخذه نخواهند شد و مرفوع القلم هستند. انسانی که در خواب هست و تا زمانی که بیدار نشده مرفوع القلم محسوب می شود، و همچنین کودکی که به سن بلوغ و تکلیف نرسیده باشد. و عن المجنون حتی یفیق، و همچنین انسان دیوانه و مجنون تا زمانی که افاقه نکرده و به هوش نیامده مرفوع القلم محسوب می شود. این دومین شرط هست. و سومین شرط وجوب حج بلوغ هست. تا زمانی که انسان بالغ نشده باشد نه نماز بر او فرض هست و نه روزه و همچنین حج هم بر اون فرض نیست. در باب زکات در این زمینه فقها اختلاف نظر و دیدگاه دارند، اما درباره حج بالاتفاق همه معتقدند که تا زمانی که کودک به بلوغ نرسیده باشد حج بر آن واجب و فرض نیست. البته اگر یک کودکی یا نونهالی قبل از رسیدن به سن بلوغ حج بکند پذیرفته خواهد شد و در این زمینه مثاب هست و پاداشش را خواهد دید، منتها به عنوان حج اسلام بر اون لازم نیست و به عنوان فریضه حج از اون پذیرفته نمی شود. بدین معنی که هر وقت که این نونهال و کودک به سن بلوغ برسد باید یک بار دیگر حج فرضی را ادا بکند. در روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که ایشان میگوید یک زنی در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کودکی را بلند کرد در ملأ عام که مردم ببینند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کودک را مشاهده فرمودند. این زن سوال کرد که یا رسول الله الهذا حج، آیا این کودک حجی دارد؟ آیا می شود که بجای این کودک و برای این کودک حج کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نعم ولک اجر، بله حج از این کودک هم درست هست و پاداشش هم مال شماست. یعنی اگر کودکی در شعائر اسلامی همراه با والدین شرکت بکند حجش صحیح هست و پذیرفته خواهد شد، منتها به عنوان حج اسلام و حج فرض الهی از او پذیرفته نیست و بعد از بلوغ باید دوباره حج بکند. و در روایت صریح‌تری در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من حج و هو صغیر ثم بلغ فعليه حجة اخرى. این روایت در صحیح ابن خزیمه هست. هر کسی که در زمان کودکی و نونهالی حج بکند و بعد از آن به بلوغ برسد فعليه حجة اخرى، یک حج دیگر بر او لازم هست. یعنی این که حجی که در زمان کودکی و قبل از بلوغ انجام داده به عنوان حج اسلام، به عنوان رکن دین مبین اسلام از او پذیرفته نخواهد شد. پس بنابراین این 3 تا از شروط حج هستند. 4مین شرط وجوب حج
حریت و آزادگی هست، یعنی این که انسان برده نباشد که الحمدلله امروزه برده‌ای وجود ندارد. و شرط پنجم استطاعت هست، یعنی این که انسان مسلمان توانایی رفتن به حج را داشته باشد. و استطاعت از نظر فقه اسلامی یعنی این که انسان دارای 3 مطلب و 3 گزینه باشد. اگر انسان مسلمانی این 3 مورد را و این 3 شرط را داشت، پس بنابراین مستطیع و توانمند محسوب می شود. اولین شرطش صحت بدن هست، یعنی این که انسان مسلمان اهم از این که هم مسلمان هست، هم عاقل هست و هم بالغ هست، اضافه بر این که باید آزاده باشد و بعد از آن باید مستطیع باشد، استطاعت داشته باشد. استطاعت یعنی این که از نظر جسمانی انسان باید سالم باشد، قدرت رفتن به حج را داشته باشد و هم این که ملکیتی را داشته باشد، مال و سرمایه‌ای را برای هزینه ذهاب و ایاب خودش و برای خرج زندگی اهل و عیال خودش داشته باشد. این دومین شرط هست. سومی این که راه هم باید امن باشد، یعنی این که شما مطمئن باشید که می توانید به حج بروید، راه کاملا باز هست، جان شما در خطر نمی افتد، تأشیره و ویزایی به شما خواهد رسید. با این 3 گزینه اگر واقعا وجود داشت، پس بنابراین شما مستطیع هستید، یعنی توانمند هستید و حج بر شما فرض می گردد. هم صحت و توانمندی و هم مالک بودن خرج سفر و هزینه زندگی اهل و اولاد. واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه تأکید کردند و فرمودند کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. برای گناهکار بودن همین اندازه کافی هست که شما اهل و عیال خودتان را خرج و هزینه زندگی ندهید. پس بنابراین مفهوم استطاعت یعنی این که انسان از نظر جسمانی و از نظر مادی و از نظر امنی این قدرت را داشته باشد و این توانایی را داشته باشد که به حج برود. و ششمین شرط فرضیت و وجوب حج مخصوص خانم ها هست و زنان که حتما باید محرم داشته باشند. اگر یک خانمی مسلمان هست، عاقل هست، بالغ هست، آزاده هست، توانایی حج را با شرایطی که من عرض کردم دارد، منتها محرمی ندارد، کسی نیست، نه پدری، نه برادری، نه شوهری، کسی نیست که همراه با اون برود و حج بکند، از نظر شرعی حج بر چنین زنی فرض نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. زن مسلمان اجازه ندارد که بدون محرم به سفر برود، ولا این که این سفر حج باشد. منتها اگر فرضاً یک زنی همراه با یک کاروانی با مجموعی از زنان به حج رفت، حجش پذیرفته می شود، حجش قبول هست و این فرضیت حج از عهده‌اش ساقط می شود. اما به صورت ابتدایی ما این حکم را نمی گوییم که این انسان و این زن بر اون حج فرض هست و باید حج بکند و اگر حج نکرد گناهکار محسوب می شود. خیر، اگر محرم دارد پس بنابراین حج بر اون فرض می شود، اما اگر محرمی ندارد حج بر اون فرض نیست. اما اگر این حج را انجام داد، یک مخالفت شرعی انجام داد، گناهی را انجام داد، بدون محرم به سفر رفت، البته حجش قابل قبول هست و به عنوان حج فرضی و حج اسلام از اون پذیرفته خواهد شد. تا برنامه دیگر و مطالبی در این زمینه تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. در صحیح بخاری حدیث شماره 3366 و صحیح مسلم حدیث شماره 520 ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم. گفتم: ای رسول الله، کدام مسجد اول بار در زمین ساخته شده است؟ فرمودند: مسجد الحرام. ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمود: گفتم: پس از کعبه کدام مسجد پیش از سایر مسجدها ساخته شده است؟ فرمودند: مسجد الاقصی یا بیت المقدس. گفتم: فاصله ساختن آنها از هم چقدر بوده است؟ فرمودند: 40 سال. سپس فرمودند: هرگاه وقت نماز رسید در هر جا که باشی نماز را بخوان، چون خیر و ثواب در این است. یعنی برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امتیاز وجود دارد که هرگاه وقت نماز رسید در هر جایی که باشند می توانند نماز را بخوانند، به جز جاهای مشخصی که به دلایلی نهی شده که در آنها نماز خوانده نشود، مانند گورستانها و حمامها و غیره، که نماز خواندن در این گونه جاها ممنوع است. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما سروران عزیز، دوستداران الله متعال، دوستداران خانه الله متعال، دوستداران کلام الله متعال و دوستداران آنچه که شعائر و مقدسات الله متعال است. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید جا داره که اشاره بکنیم به آیاتی از سوره مبارکه بقره، آیات 124 به بعد از این سوره، که گرچه صراحتاً به خود موضوع حج اشاره نمی‌کنه، اما در موضوع حج و عنوان تاریخ حج و درباره کعبه، درباره مسجد الحرام و درباره آنچه که در مکه مکرمه
در زمان ابراهیم علیه السلام و بعد ازشون اتفاق افتاده و درباره محل طواف و مکان طواف و مسجد الحرام مهم هست دانستن آنچه که در این آیات اشاره شده و بی ارتباط به موضوع حج نیستند. یقینا حج همون قدری که با کعبه ارتباط داره همون قدر نام حج آمیخته است با ابراهیم علیه السلام، پیامبر بزرگوار الهی، جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره، در این سوره ما در این آیات حکایت ابراهیم علیه السلام رو داریم. ابراهیم کسی که در تمامی ادیان آسمانی مورد احترامه. ابراهیم علیه السلام کسی که پدر بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر بزرگوار عیسی روح الله است، پدر بزرگوار موسی کلیم الله است. ابراهیم علیه السلام پیامبر بزرگواری که میتونیم بگیم تمامی پیامبران بنی اسرائیل به یقین فرزندان ایشونن، چرا که اسرائیل یعقوب نواده ایشونه. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام پیامبرانی مانند زکریا، به مانند داوود، به مانند یحیی، به مانند الیاس، پیامبران بزرگواری مانند موسی و هارون، عیسی علیهم السلام و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوسف و یعقوب، اسماعیل و اسحاق علیهم السلام همه فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند. دین مسیحیت، دین یهودیت، دین اسلام و همچنین مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم در مکه هم خودشون رو نسبت میدادن با ابراهیم علیه السلام. و همین خاطر ابراهیم علیه السلام بسیار مهمه. اون شخصیتی که الله متعال در سوره مبارکه نساء فرمود واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله متعال ابراهیم رو به عنوان دوست بسیار نزدیک خود انتخاب کرد. ابراهیم علیه السلام که در بین پیامبران بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین درجه و رتبه رو داره و دو پیامبر از پیامبران الهی درجه خلت، یعنی خلیل بودن الله تعالی نصیبشون شد که اولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و دومی ابراهیم جد بزرگوارشون علیه السلام. ابراهیم علیه السلام همون پیامبری که الله متعال در آیه 120 سوره مبارکه نحل ایشون رو به تنهایی یک امت معرفی کرد. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم یک امت بود مستحکم و ایستاده، کسی که در برابر الله تعالی خشوع و خضوع و فروتنی داشت و به دور بود از هر گونه شرک و از جمله مشرکین نبود. از هر شرکی ابراهیم علیه السلام به دور بود. ابراهیم علیه السلام اون کسی که الله متعال ما رو فرزندان ایشون میخونه و میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدر شما ابراهیم. ابراهیم علیه السلام را الله متعال در آیه 124 از سوره مبارکه بقره وقتی که درباره ایشون صحبت آغاز میشه و درباره کعبه و مسجد الحرام و آنچه که به تاریخ مکه مکرمه هم برمیگرده، در آیه 124 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. و اون لحظه رو بیار ای پیامبر من، ای مخاطب قرآن، ای کسی که این صدا به تو میرسه، بیار اون لحظه ای که ابتلى ابراهیم ربه، اون لحظه ای که پروردگار ابراهیم الله متعال ابراهیم رو آزمایش کرد با آزمایش های مختلفی. بکلمات و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. کلمات همون ترجمه لغوی و تحت لفظیش میشه کلمات، جملات، اما اینجا مراد آزمایش های الهیه، چون که آزمایش های الهی وقتی انجام میشد امر الهی، نهی الهی، دستورات الهی در قالب کلمات و در قالب جمله تبلور پیدا میکرد
و این همون امتحانه، همون تکالیفی که از طرف الله تعالی به ابراهیم علیه السلام سپرده میشد، در اصل همون کلمات و جملاتی بود که الله متعال امر میفرمود و یا نهی میفرمود از انجام یک کاری و یا بازداشتن از یک کاری. آزمایش های مختلفی رو ابراهیم علیه السلام در طول زندگی داشت. پدرش بت تراش بود، آزر. و ان قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه، در سوره انعام الله متعال وقتی که از ابراهیم علیه السلام یاد میکنه در ابتدای رسالتش، پدرش آزر بت میتراشه، نه تنها میپرسته، خودش میتراشه، اصلا بت تراشه. و فرمود که بابا آیا تو اینها رو به خدایی گرفتی، صفات خدایی به اینها دادی، اینها رو با الله تعالی شریک ساختی در برخی صفات؟ و این حکایت ابتدای دعوت کار به جایی میرسه که ابراهیم علیه السلام رو به خاطر بت شکنی، به خاطر اینکه در معبد اونها وارد شد و شکست و تبر رو بر دوش بت بزرگ گذاشت، داستانی که همه میدونیم و همه موحدین با این تاریخ آشنان، آمدن این جوان رو گرفتن. جوانی که گفته میشه هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود، برخی از مفسرین گفتن 16 سالش بود. هر چقدر هم اگر سنش بزرگ بوده باشه، در ابتدای جوانی و در انتهای دوره نوجوانی است، یعنی کمتر از 20 سال. این جوان دستور داده شد از طرف کسایی که اون منطقه به دستشون بود، قدرتمندان منطقه، که آتشی درست کنن به ابراهیم علیه السلام رو با آتش بندازن. انقدر حجم این آتش زیاده کسی جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه. از دور آتشی بزرگی رو درست کردن، خدا میدونه که چقدر هیزم و چوب و درخت‌های خشک شده آوردند و ریختن و مواد سوزاننده و اینها رو گذاشتن. به ابراهیم علیه السلام رو در منجنیقی بستن و از اون ور پرت کردن به داخل آتش. در مسیری که داره میاد ابراهیم متردد نمیشه. در مسیر داره میاد، جبرئیل علیه السلام بهش میگه آیا نیازی داری که برآورده بکنم؟ فرمود اگر تو میخوای برآورده کنی، نه از تو نمیخوام، اما اگر منظورت اینه که الله تعالی کاری برام بکنه، اون خودش به حال من واقفه و میدونه حال منو نیازی به تو ندارم. اینجاست که ابراهیم علیه السلام به آتش میافته، اما اون آتش براش گلستان میشه. این آزمایشه. ابراهیم علیه السلام دعوتش رو ادامه پیدا میکنه، دعوتش رو ادامه میده، هجرت میکنه، به مصر میره، به فلسطین میره، بعد پا به سن میگذاره، سالها دعوت، مشقت، رنج، همه اینها رو تحمل میکنه. پا به سن میگذاره، فرزندی نداره. در پیری، در کهنسالی، بالای 90 سال سنشه که الله تعالی بهش فرزندی میده، اسماعیل علیه السلام رو. الله تعالی وقتی که بهش فرزند میده، دستور میده که این رو ببره در یک وادی لم یزرع، در کنار اون جایی که قرار بود کعبه ساخته بشه بگذاره و بل کنه بیاد ابراهیم رو به همراه مادرش هاجر. این یک آزمایش سخته. فرزند رو تک و تنها، طفل شیرخوار به همراه خانمش، یک خانمی تک و تنها در یک بیابانی که کسی زندگی نمیکنه، نه آبی هست نه آبادانی هست، اونجا رها کردن و برگشتن سخته، اما این کارو میکنه. ابراهیم علیه السلام همین فرزند نازنینش وقتی که بزرگ میشه، بعد دستور داده میشه که این رو باید سر ببری. تحمل این هم سخته، خودت با دست خودت باید سر ببری. این هم آزمایش دیگری است. آزمایش های فراوانی، آزمایش های مختلفی، آزمایش های بسیار زیادی در طول زندگی انجام داده شده و ابراهیم علیه السلام از او خواسته شده که اینها رو انجام بده. برخی از مفسرین 40 تا عدد از این آزمایش ها رو ذکر کردن. در زندگی، در اذکار، در عبادت ها، در رفتار، در اخلاق، در تمام ریز و درشت زندگیش ابراهیم علیه السلام آزمایش میشه. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، و هنگامی که الله متعال ابراهیم علیه السلام رو با دستورات فراوانی آزمایش کرد. اون لحظه رو بیاد بیارید. الان صحبت از ابراهیمه، صحبت از یک شخصیت بسیار عظیمه. بیهوده نیست که این شخصیت به مقامی دست پیدا میکنه که انقدر مهم میشه، که انقدر دوست داشتنی میشه نزد الله متعال. چرا؟ به خاطر اینکه فأتمهن، همه این آزمایش ها رو به بهترین وجه ممکن انجام داد، کامل و تمام. هرگز نیومد لحظه تردد بکنه. ابراهیم علیه السلام هیچ وقت خونه، فرزند
زندگی، خواسته ها، آسایش، آرامش براش مهمتر از الله تعالی نبود. همه اینا رو فدا میکرد برای الله تعالی. فاتمهن، بعد از اینکه همه این آزمایش‌ها رو به بهترین وجه ممکن انجام داد، الان الله متعال بهش بشارت میده. قال، الله متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم، من الله متعال اراده دارم که تو رو امام قرار بدم، پیشوا قرار بدم، الگو و نمونه قرار بدم برای انسان‌هایی که بعد از تو میان، برای کسانی که در مسیر توحید قدم میزنن، برای کسانی که میخوان در میدان بندگی رو ثابت کنن، برای اون کسایی که میخوان بنده خوبی برای الله تعالی باشن. من تو رو امام قرار دادم. کسی میخواد بیاد به سمت الله تعالی، بعد در جای پای تو قدم بگذاره، بعد مسیر تو رو بره، باید مثل تو باشه، باید در تحمل سختی‌هاش، در مشکلاتش، همه اینها رو باید از تو یاد بگیره. امام یعنی همین، یعنی الگو، یعنی پیشوا، یعنی در این مسیر ایشون جلوه و کسایی که میخوان این مسیر رو برن بعد پشت سر ایشون قدم زنان، قدم به قدم همگام با ابراهیم علیه السلام پیش برن و تا اینکه سرانجام به رضایت الله متعال برسن. قال انی جاعلک للناس اماما. الله متعال فرمود که ابراهیم، من میخوام که تو رو امام قرار بدم. ابراهیم علیه السلام الان این بشارت بهش داده شده که امام قرار بگیره. ابراهیم علیه السلام امام و معیار سنجش ایمان بر از خودش. هر کی میخواد بیاد باید پشت سر امام بیاد. این امام صفاتی داره، این امام کارهایی کرده، این امام عبادتایی انجام داده، این امام یه تاریخی داره، این امام یک زندگی داره و هر کسی که ادعای پیروی این امام رو میکنه باید مثل خودش باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید اعتقادش مثل ابراهیم باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید در زندگی سعی کنه مثل ابراهیم علیه السلام باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید اون حجی رو که ابراهیم علیه السلام انجام داده انجام بده. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به اون خونه‌ای که ابراهیم تجدید بنا کرد احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به مقام ابراهیم احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، صفا و مروه رو باید مقدس بشماره، جای پای همسر ابراهیم رو. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به زمزم یادگار پسر ابراهیم اسماعیل ذبیح الله احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، باید بره در اون جایی که ابراهیم به شیطان در جمرات سنگ میزد سنگ بزنه. کسی که میگه ابراهیمیم، باید بره در عرفات، به مانند ابراهیم علیه السلام در عرفات بره و اونجا بمانه و دعا و تضرع بکنه. به مانند ابراهیم علیه السلام باید بره به مزدلفه و مانند ابراهیم علیه السلام باید به قربانگاه قربانی تقدیم کنه تا ازش قبول بشه. به مانند ابراهیم علیه السلام باید دور کعبه طواف کنه، احترام بگذاره به این مکان، به قداست این مکان، به حرمت این مکان و سعی بکنه و تلاش بکنه از هر آن چیزی که این قداست و احترام رو زیر سوال میبره پرهیز کنه. ابراهیم علیه السلام امام میشه. الله متعال میفرماید که قال انی، الله متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم من تو رو امام قرار میده. ابراهیم علیه السلام تنها به فکر خودش نیست، به فکر آینده است، به فکر نسل‌های بعدیه. دوست داره این مسیر ادامه پیدا بکنه. میفرماید قال، ابراهیم فرمود و من ذریتی. الله، یا الله، ای الله من، ای خدای من، در نسل من هم احتمال داره که این اتفاق بیفته. در نسل من چی میشه؟ آیا در نسل من هم این امامت، این رهبری، این پیشوایی هست؟ در نسل من هم اینو قرار بده. دوست داره که فرزنداش هم مثل خودش باشن. دوست داره که نسلش هم اینطوری باشن. فقط به فکر اصلاح خودش نیست، به فکر اصلاح نسلش هم هست. به فکر کسایی هست که بعد از اون از نسلش، ذریه یعنی نسل، یعنی کسانی که از صلب انسان، از نسل انسان به وجود میان بعدن. در پاسخ الان الله متعال یک نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنه. امامت در دین، امامت در توحید یک مقام الهی است، یک هدیه الهی و ربانی است. این هدیه از طرف الله تعالی داده میشه، ارثی نیست که به ارث ببره بچه از باباش،
که این امامت باید دهن به دهن، نسل به نسل منتقل بشه، این از اون ارث ببره، اون از این ارث ببره، این از این ارث ببره. نه، یه چیز ارثی نیست، این یه چیز وهبیه. اینو الله تعالی به کسی که بخواد میده. اینطوری نیست که چون بابا امام بوده بچه‌ش هم حتما امام میشه. نه خیر، اینطوری نیست. مقام نبوت، مقام امامت، مقام الهی که الله تعالی میده به یک بنده، اینا ارثی نیستن. قال و من ذریتی، ابراهیم علیه السلام اصل نسلش اینو درخواست کرد. اما الله تعالی چی فرمود؟ قال، الله تعالی فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. کسایی از نسل تو به این مسیر میتونن پا بگذارن که مثل خودت باشن. اما اگر کسی در مسیر مثل تو نبود، در توحید، در راهی که میری کسی مثل تو نباشه، ظالمه. ظالم کیه؟ ظالم کسی که شرک میکنه، ظالم کسی که پیرو الله تعالی نیست. بزرگترین ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم خیلی بزرگیه. و کسانی که در راه ابراهیم علیه السلام فرمود الله متعال در راهش نباشن، کسایی که در راه تو نیستن، کسایی که مثل تو نیستن، اونا این امامت و این درجه بهشون نمیرسه. امامت ارثی نیست، نبوت ارثی نیست که به ارث برسه، چون بابا اینطور بوده بچهش اینجوری باشه. اگه ارثی می بود پسر نوح نجات پیدا میکرد. کنعان باباش پیغمبر بود اما خودش کافر بود و هلاک شد. و الله متعال به ابراهیم علیه السلام فرمود خودت امامی، اما از نسل تو کسایی به این درجه میرسن که راه تو رو ادامه بدن، مسیر تو رو ادامه بدن. و اگر کسی در راه و مسیر مثل تو نبود، اون موقع به این درجه امامت، به این مقام، به این ارزش دست پیدا نمیکنه. ابراهیم علیه السلام، الله متعال در آغاز صحبت ابراهیم علیه السلام در چند کلمه و جمله خلاصه میکنه که من این آدم رو امتحانش کردم، این آدم رو من در زندگی آزمایش ها براش گذاشتم. زندگی ابراهیم علیه السلام قابل تأمله، قابل بررسیه. ما خیلی دوریم از شناخت ابراهیم علیه السلام و زندگیشون. بجا داره که به خاطر حج هم که شده، به خاطر ارتباط عمیق ابراهیم علیه السلام با حج هم که شده، بیایم و یک دفعه ابراهیمی باشیم. سعی کنیم ابراهیم علیه السلام رو بشناسیم، سعی کنیم ابراهیمی زندگی کنیم، سعی کنیم به مانند ابراهیم علیه السلام پیش بریم. و بهترین نمونه و الگو از ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. همون رسول نازنین، همون فرزند نازنین ابراهیم علیه السلام که در شباهت ظاهری هم بهشون بسیار شبیه بود. و روزی کسی که در تعقیب رسول الله صلی الله علیه و سلم به غار ثور میرفت و اثر نقش پای ایشون رو میدید و از روی نقش پا روی خاک ها یک جایی احساس کرد، بهش گفتن که این پا میتونه اون پا باشه. گفت من صاحب این پا رو نمیشناسم، اما این پا با اون جای پایی که کنار کعبه شما دارید و میگید که جای پای ابراهیم علیه السلامه خیلی شبیه. این پا شبیه ترین پا به اون مقام ابراهیمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه و الگو برای اتباع از ابراهیم علیه السلام بود، چرا که الله متعال به رسول صلی الله علیه و سلم امر فرمود اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، که پیرو ملت ابراهیم علیه السلام باشی. ما به تو وحی کردیم ای پیغمبر ما که تو باید پیرو ابراهیم علیه السلام باشی. اجازه بدید که در برنامه بعدی این آیات رو ادامه بدیم، چون الله متعال در یک آیه به صورت مختصر ابراهیم علیه السلام رو برای ما به عنوان یک امام و پیشوا در مسیر توحید معرفی میکنه و بعد از اون باز آیات بعدی هم اشاره میکنه که ابراهیم علیه السلام در کعبه، در مسجد الحرام و در مکه چه نقشی رو داشت و چه تاریخی ساخت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد هم شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. Mm-hmm.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. صفت وضوء کامل. عن حمران رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. در صحیح بخاری حدیث شماره 159 و صحیح مسلم حدیث شماره 4 از حمران رضی الله تعالی عنه روایت است که او عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه را دید که ظرف پرآبی را خواست، آنگاه 3 دفع آب را بر روی 2 کف دستهایش ریخت و آنها را شست. پس از تمیز کردن آنها دست راستش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن دهن و بینی خود را شست. سپس 3 بار صورتش را شست و دستهایش را تا آرنج 3 بار شست. سپس سرش را مسح نمود و بعد از مسح سر پاهایش را با قوزک یا شتالنگ، استخوان برجسته‌ای که در ابتدای ساق و انتهای پشت پا قرار دارد شستشو داد. آنگاه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که مانند این وضوی من وضو بگیرد و بعد از آن 2 رکعت نماز بخواند و در این 2 رکعت فکرش را به مسائل دنیوی و چیزهایی که ربطی به نماز ندارد مشغول نکند، الله عزوجل گناههای صغیره گذشته او را می بخشد. طرد شیطان با وضو گرفتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. در صحیح بخاری حدیث شماره 3295 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد و وضو گرفت 3 بار بینی خود را بشوید، چون شیطان شبها در قسمت بالای بینی او می نشیند. واجب بودن شستن هر 2 پا به تمامی. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار 2 أو 3.
در صحیح بخاری حدیث شماره 60 و صحیح مسلم حدیث شماره 27 از عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود در سفری که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم از ما عقب افتادند و هنگامی که به ما رسیدند وقت نماز رسیده بود و ما با عجله وضو می گرفتیم و پاهایمان را مسح می کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند ما را صدا کردند و 2 بار یا 3 بار فرمودند وای بر کسانی که پاشنه‌های پای خود را نمی شویند و به آتش دوزخ گرفتار می شوند. نورانی بودن سر و بازو و ساقهای مؤمن در قیامت بر اثر وضو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. در صحیح بخاری حدیث شماره 136 و صحیح مسلم حدیث شماره 35 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا امت من در روز قیامت در اثر وضو گرفتن با صورت و دست و پاهای سفید فرا خوانده می شوند. پس هر کس از شما که می تواند بر سفیدی پیشانی و دست و پایش بیفزاید حتما این کار را بکند. فضیلت مسواک. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. در صحیح بخاری حدیث شماره 887 و صحیح مسلم حدیث شماره 42 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر برای امتم مشقت و سختی ایجاد نمی کرد به آنان دستور می دادم که با هر نمازی دهان خود را مسواک کنند. صفات و اخلاقی که جزو فطرت و برنامه همه پیامبران بودند. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. در صحیح بخاری حدیث شماره 5889 و صحیح مسلم حدیث شماره 49 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 5 چیز جزو فطرت و سرشت پاک انسانند و جزو برنامه همه پیامبران علیهم السلام بودند. اول ختنه کردن، دوم تراشیدن موهای زائدی که در جلو و عقب میروید، سوم تراشیدن و از بین بردن موهای زیر بغل، چهارم گرفتن ناخنها، پنجم کوتاه کردن سیبیل یا برود.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه درس های حج خوش آمدید میگویم. پروردگار عالم سرزمین حرمین شریفین را نصیب همه امت اسلامی خصوصاً بینندگان عزیز و گرامی بگرداند. در جلسه گذشته، برنامه گذشته، پیرامون اخلاص بود. حالا درس دیگری که ما از این سفر میگیریم اینه که چرا این سفر را انتخاب میکنید؟ چرا مکه مکرمه؟ چرا این سرزمینی که وادی لم یزرع برایش گفته شده، یعنی جایی که اگر کسی بخواه به خاطر سیاحت و به خاطر تفریح بیایه، خب جاهای دیگری در روی این کره زمین هست که در عالم ظاهر خیلی سرسبز تر و خیلی زیباتر و از لحاظ تجملات ظاهریش خیلی اماکن سیاحتی بهترتری هست. چرا مکه مکرمه را انتخاب می کنید؟ چرا به این سفر عزم و اراده دارید؟ اصلا برمیگردیم به این مسئله. 1,700,000,000 مسلمان، یا می توانیم بگوییم بیش از 1.5 میلیارد مسلمان، زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، عرب و عجم، قلوب همه می تپد از ذوق مکه مکرمه. محبت این سرزمین در قلوب همه امت اسلامی موجود هست. چرا؟ چرا این همه محبت به مکه؟ چرا این همه ذوق به این سرزمین مبارک؟ پس اینجا ما از این فکر و این اندیشه و این وقت اراده و عزم و حرکت به سوی این سرزمین میشه، این سوال خلق میشه: چرا؟ به خاطر چی؟ چون مسلمان هستیم، تسلیم قول پروردگار عالم، الله را شناختیم، به الله ایمان داریم، به پیامبرانش ایمان داریم، به کتبش ایمان داریم. پس مکه مکرمه عظمتش، بزرگیش، محبتش در دل من و تو مسلمان سرچشمه از چی میگیره؟ از ایمان، از اخلاص. وقتی مسلمان ایمان داره به قرآن که کلام پروردگار هست، قرآن که میگه و هذا البلد الامین، از این تعریف و توصیف این شهر قرآن داره بیان میکنه. لا اقسم بهذا البلد، الله سبحانه و تعالی هست که با سنگ مکه قسم یاد میکنه، شهر مکه قسم یاد میکنه. ابراهیمی که چقدر تعریف و توصیفش را من و شما قبلا در برنامه‌های گذشته اشاره شد، امام موحدین،
ابوالانبیا، خلیل پروردگار عالم، الله سبحانه و تعالی ابراهیم و اسماعیل را، دو پیامبر خود را خادم قرار میده به مکه مکرمه و به جوار کعبه معظمه و حتی به ساخت و ساز کعبه معظمه. یکی بنا هست و ابراهیم بنا هست و اسماعیل کارگر هست. اینها. پس این محبتی که ما نسبت به کعبه داریم، عشقی که نسبت به این سرزمین هست، از لابلای این آیات به دست می آید. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقتی که از ایشان سوال شد از اولین مسجدی که در روی زمین بنا شده، رسول معظم اسلام فرمودن المسجد الحرام، این مسجد است که اولین مسجد در روی زمین بنا شده است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند حتی به قصد عبادت لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شما وقتی میخواهید عزم و اراده عبادت را داشته باشید که سفری برای بیندازید، شما قصد و اراده سفر را نداشته باشید به هیچ مسجدی مگر به این 3 مسجد، المسجد الحرام و مسجد هذا و مسجد الاقصی. به قصد عبادت طرف مسجد الحرام حرکت کنید، به قصد عبادت به طرف مسجد رسول صلی الله علیه و سلم مدینه منوره حرکت کنید و همچنین به طرف مسجد الاقصی. الله سبحانه و تعالی مسجد الاقصی را از لوث مکاران امروزی و جنایتکاران امروزی، صهیونیست های خونخوار و خوناشام نجات بدهد، که همانطوری که امروز مسلمانان چقدر با اشتیاق کامل حرمین شریفین را زیارت میکنند، از الله میخواهیم که روزی فتح و ظفر و پیروزی نصیب امت اسلام بشه تا اینکه مسجد الاقصی را هم عزم و اراده سفر به قصد عبادت طرف مسجد الاقصی برویم. پس سرزمین مکه مکرمه جایگاهی است که وقتی که انسان به مکه داخل میشه، تفسیر قرآن را عملا انسان میبینه. چگونه؟ این عظمت کعبه، عظمت مکه، اینها در فکر و ذهن هر مسلمانی هست. این از کجا پیدا شده؟ از لابلای قرآن، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. چگونه؟ وقتی که شخص وارد مکه مکرمه میشه، و هذا البلد الامین، این شهر است که مسما به امین شده، و من دخله کان آمنا، کسی که در این شهر داخل شد در امن. وقتی وارد مسجد الحرام شما شدیم، یاد شما میاد فول وجهک شطر المسجد الحرام، الله اکبر. وقتی چشم شما به کعبه افتاد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. وقتی چشم شما به مقام ابراهیم علیه السلام افتاد، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. وقتی شما به صفا و مروه رفتید، ان الصفا والمروه من شعائر الله، هر جایی که قدم میگذارید آیه از آیات قرآن تعریف و توصیف این سرزمین مبارک داره. حالا از این دانستیم که چرا محبت مکه مکرمه در دل هر مسلمان هست، چرا دل هر مسلمان زن و مرد به طرف این سرزمین مبارک میتپد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
او ایمان داره به قرآن و تعریف و توصیف این سرزمین را هم شنیده از لابلای قرآن که قرآن هم کلام پروردگار عالم هست. حالا از این درسی که ما میگیریم، کعبه قبلگاه 1.5 میلیارد مسلمان یا بیش از 1.5 میلیارد مسلمان، از این چی درس میگیریم؟ درس هایی که وقتی عظمت کعبه فهمیدیم، عظمت مکه را فهمیدیم، وقتی دانستیم که این سوالی که در ذهن می آید چرا کعبه را دوست دارید؟ چرا مکه را دوست دارید؟ چرا دوست دارید حج بروید؟ چرا دوست دارید مکه مکرمه به عمره بروید؟ این همه چراها جواب داده شد به خاطر اینکه بنده الله هستید، گوش به فرمان الله هستید و اوصاف و عظمت و بزرگی این سرزمین را از لابلای کلام پروردگار خواندید، شنیدید که وصف این سرزمین در قرآن هست. حالا دروسی که از این بحث ما میگیریم، این دروس چیست؟ چی درس های به ما میدهد؟ بعد از میان برنامه انشاءالله این دروس بیان می شود. با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عظمت و بزرگی مکه مکرمه و سرزمین مبارک مکه مکرمه را دانستیم. حالا دروسی که حاجی از این سفر میگیره چیست؟ یک خواهر، یک برادر عزم و اراده حج کرده، حالا آمده در این بلد امین و هذا البلد الامین، آمده در شهری که لا اقسم بهذا البلد، الله قسم یاد کرده، آمده در جایی که الله سبحانه تعالی در چندین جای قرآن لفظ مسجد الحرام را میگیره، آمده در سرزمینی که الله سبحانه و تعالی وصف این سرزمین را در کلام حمید و مجید خود نموده. حالا حاجی چی درس میگیره؟ درس اینه که ما در رسانه های امروزی، در بعض منابر که آنهایی که بحث از اسلام و بالاخره خود را هم مسلمان هم دارن و مسلمان هم میگوین و خود را از زمره مسلمین هم قرار میدن، میخوان این اشخاص مکه مکرمه‌ای که با این عظمت و بزرگی بیان شده، میخوان که عظمت و بزرگی مکه را بیارن پایین، یک مکانی که هیچ فضیلتش نه در قرآن ثابت شده نه در احادیث ثابت شده، میخوان او را بلند ببرن. مثلا حالا ما اوصاف مکه مکرمه در قرآن و در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم، مکه که ام القرى گفته شده، همین کافی است که الله سبحانه و تعالی به این شهر قسم یاد میکنه. الله سبحانه و تعالی قلوب تمام امت اسلامی، تمام قلوب امت اسلامی به طرف این سرزمین قرار داده. الله سبحانه و تعالی وقتی ابراهیم علیه السلام قرار داد، ابراهیم علیه السلام دعا میکنه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. این که قلوب همه طرف این سرزمین هست، دعای ابراهیم علیه السلام هست. ابراهیم علیه السلام خلیل پروردگار عالم، محبوب پروردگار عالم، دعا میکنه
امروزه میبینیم عده مسلمان نماهایی که به ظاهر شعار اسلامی را سر میدن اما در باطن ایمانشان و عقیدهشان سرچشمه از ابن سبع یهودی میگیره، میآین مثلا میگن کربلا، عظمت و بزرگی کربلا انقدر هست. دو نمونه را اشاره میکنم. اینهایی که کربلا و زیارت کربلا را بالاتر از زیارت کعبه معظمه و مشرفه میتانند و میبینند، چی میگویند؟ به این که امام حسین رضی الله عنه، نواده رسول صلی الله علیه وسلم، ریحانه رسول صلی الله علیه وسلم، به این که محبوب پروردگار عالم هست و محبوب رسول صلی الله علیه وسلم بود، به این که امام حسن و امام حسین شباب اهل الجنه هستند، همه اهل سنت اتفاق نظر دارند و نور چشمان همه امت اسلامی هستند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. جایگاه و مقام و فضائل اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم به نزد اهل سنت و جماعت آنقدر هست که ازهر من الشمس هست. اما به این که وقتی ما میگیم کربلا، این فضائلی که امروز آمدن با کربلا چسباندن، هدف چیست؟ هدف زدن کعبه هست. نعوذ بالله. کار یهود هست. یهودی ها از ابتدای اسلام کار انجام میدادن تا اینکه در مقابل اعمال درست و صحیح مسلمان ها می آمدن عمل درست میکردن تا مسلمان ها را به تزلزل بیاندازن، اما مسلمان های واقعی هیچ وقت به تزلزل نمی افتن. در عقیده فرزندان ابن سبع یهودی اینه که زوار کربلا، زائرین کربلا، مثلا کسی که در کربلا میره چی میگن؟ میگن عرقی که کسی که در مسیر راه کربلا میریزانه، از هر قطره این عرق الله سبحانه و تعالی، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، 70 فرشته میسازه و خلق میکنه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. چقدر افترا و بهتان به خدا و برای فرشتگان الله و به اینها. امام حسین از این حرفها بیزار هست. نواده رسول صلی الله علیه و سلم سر رستن جدا کرد تا این حرفهای و خزعبلات از بین جامعه دور بشه. دیگر این که در کتب رافضه می نویسه که شخص 19 مرتبه حج کرده بود و بعد آمد پیش امام جعفر صادق که من 19 مرتبه حج کردم. بعد امام جعفر صادق گفت که یک مرتبه دیگه هم حج کن تا این که اجر و ثواب یک مرتبه زیارت کربلا را کسب کرده باشید. استغفر الله، اعوذ بالله، سبحانك هذا بهتان عظیم. این بهتان بزرگ است برای حضرت امام جعفر صادق که چنین گفته باشه. نعوذ بالله. شما ببینید، پس هر انسانی که عزم و اراده حج میکنه باید این در سر بگیره که من حج آمدم به دستور الله، فضیلت کعبه در قرآن، بحث صفا و مروه در قرآن، مقام ابراهیم در قرآن، منا و عرفات و مزدلفه در قرآن، همه توصیف این سرزمین الله کرده. در کجای قرآن کنایتاً از کربلا گفته شده؟ در کجای قرآن؟ صراحت نه، کنایه. در کجا احادیث صحیحه رسول صلی الله علیه و سلم بحث از کربلا شده؟ جایی که اینقدر عظمت داشته باشه در قرآن بحث پش نمی آیه؟
جایی که اینقدر عظمت داشته باشه رسول صلی الله علیه و سلم امت خود را از این خیر کثیر محروم میکردن و زیارت خود رسول صلی الله علیه و سلم اینقدر ثواب نداره که برای امام حسین ثواب داره، زیارت سیدنا علی ابن ابی طالب اینقدر ثواب نداره، زیارت امام حسین ثواب داره. پس حاجی این در سر میگیره که این سفر ما را متوجه میسازه چرا کعبه را دوست داریم، چون در قرآن بیان شده. چرا به سفر حج میریم؟ چون دستور الله هست. چرا به کربلا نمیریم؟ خب قصد عبادت درست نیه. چرا در کربلا نمیریم؟ چرا در فلان زیارت نمیریم؟ چرا فلان امامزاده را زیارت نمی کنیم؟ چرا به فلان زیارتی که از جمله اولیای خدا حتی باشه چرا رخت سفر نمی بندیم؟ چون رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجدی هذا، مسجد رسول صلی الله علیه و سلم و مسجد الاقصی. به هر حال درسی که حاجی عزیز ما از این سفر میگیره اینه که چرا به حج میری؟ الله گفته. چرا طواف میکنی؟ الله گفته. چرا به صفا و مروه میری؟ الله گفته. چرا به کربلا نمیری؟ چرا به زیارت امام رضا نمیری؟ چرا قصد عبادت به فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور پیش اون امام و امامزاده و اینها نمیری؟ الله نگفته، رسول الله هم نگفته، نمیروم. این درس این سفر حج به ما میدهد. پروردگار عالم به ما توفیق بده که به آنچه که الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده انجام بدیم و از آنچه که قرآن، رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلف صالحین ما را منع کردن و ما هم باید خود را از آن باز بداریم. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های از حج هست، انشاءالله به توفیق الله سبحانه و تعالی در خدمت قرار خواهیم گرفت. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. صلات و سلام خداوند بر شما خوبان، شمایی که خداوند متعال این فرصت رو بهتون داده تا امسال رو در این حج شریک باشید. خوشا به حالتون. حتما برای ما هم دعا کنید. و سلام و صد سلام به شما عزیزانی که دلتون پر از شوقه، پر از عشقه، میخواید برید به حج، اشک شوق در چشماتون حلقه زده، اما این فرصت مهیا نشده. انشالله که اجرش رو خواهید گرفت، اجر این نیت پاکتون که میخواستید باشید در حج و نیستید. بدونید که انما الاعمال بالنیات، خداوند احیانا بندهش رو فقط به خاطر همین نیتی که داره، پاکی نیتش، عشق و شوقی که داره که اون رو به حج میبرد، اما خب ظروف اینطوری پیش اومد که نشد. این اجر و پاداش رو انشالله حتما خواهید گرفت. خداوند اصلا میخواد از ما در بگذره، میخواد ما رو ببخشه، به ما فرصت ها میده. خیلی فرصت ها ما داریم که خداوند از ما در میگذره.
شما که پایبند به نماز هستید خوش به حالتون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید بین از نماز و نماز هر چه گناه باشه خداوند همین جماعت که نماز میخونید این کفاره اون گناهاتون هست. خب این چیزای دیگه میمونه. خب خداوند متعال یه فرصت دیگه میده. جمعه با جمعه بین این دوتا کفاره است. جمعه رو خوندی، جمعه گذشته رو هم خوندی، نماز جمعه رفتی، خوبه. در بین اینا هر چی گناه بوده خداوند در میگذره. رمضان تا رمضان یه فرصت دیگه است. در این میان هر چه گناه در طول سال بوده خداوند میبخشه. خداوند فرصتی داد رفتی عمره، 10 سال بعد فرصتی دیگه رفتی عمره، در بین اینا هر چی بود خداوند ازش در میگذره. اما یه فرصت طلایی دیگه که با هیچ فرصتی قابل قیاس نیست، فرصت حج. حج تا حج نیست، یه حج. حج اسلام یک حجه. بعد از اون هرچه حج بکنی سنته. خوبه. یادم افتاد که به شما عزیزی که پارسال رفتی حج، پیرارسال رفتی حج، حج دومته یا حج 20مته یا حج 100مته هم بگم عزیز من، از حج دوم تا حج 100 اینا همه سنته. اجر داره؟ بله اجر داره. اجر چقدره؟ حج اول که حج اسلام هست، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مقبول درگاه خدا اجرش بهشت. بعد از اونم هر حج مبروری داشتی اجرش بهشت. این فرض نیست، سنته ها. اینی که بیایی پولت رو بذاری اون جوون همسایه‌ای که تا حالا نتونسته ازدواج کنه اون رو ازدواجش بدی، اون جوونی که رفته مدرک گرفته بنده خدا داروساز هست پولت رو بدی یک داروخونه واسش بزنی، اون دختر دم بختی که مونده نمیتونه زندگیش رو بچرخونه اون رو کمکش کنی، بی یتیمان برسی، بی بینوایان برسی، به درد جامعه برسی. من به شما میگم این فرضه. فرض رو نکنه که ما ضایع کنیم برای سنت. اینه که در عبادت باید مخمون رو به کار بگیریم. این داد و ستد با خدا، این خرید بهشته. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مؤمنان، خداوند از مؤمنان خریده چی رو؟ جانها و مالهاشون رو، در مقابلش بهشت میده. حج یک عبادت عجیبی هست، عبادتی که در اون ما خداوند از ما جسممون رو هم میخواد، از ما مالمون رو هم میخواد، از ما قلبمون رو هم میخواد. در مسیر حج ما خستگی میشیم، ما مالمون رو میذاریم، ما با این درسایی که با هم میگیریم قلبمون رو هم فعالش میکنیم. میخوایم بریم پیش خدامون، خدایی که عفو هست، یحب العفو. میریم پیش خدامون میگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، اعتراف به ربوبیت خداوند. سبحانك، تعظیم الهی. انی کنت من الظالمین، اعتراف به گناهامون. شعارمون در حج چی هست؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. وحدانیت خداوند، استجابت دعوت خداوند، تعظیم و بزرگی اله پروردگارمون، لا اله الا انت، و توحید و یکتا پرستی. غیر از خدا رو حذف کردن. کیه که این کارو میکنه؟ من، شما، ما مؤمنان. در حج منیت ذوب میشه، ما میشیم. در حج وحدت مسلمون ها تجلی پیدا میکنه.
در مسیر زندگی، در جهالتی که ما بودیم، در رسانه‌های مزخرفی که ما را انحراف میکشند، در مسیر آموزش منحرف به ما گفتند که آقا شما از ملت‌های دیگه بهترید، آقا این قوم فلان اینا آدم نیستند، آقا اینو تحقیرش کن، اونو بدش بگو، من سفید بهترم از سیاه، من سیاه بهترم از سفید. این معانی بوگندوی جاهلی رو به خورد ما دادند. داریم بنده دیگه از بندگان خدا رو تحقیر میکنیم. چیه؟ میگه این چیه؟ این از قوم فلانیه، این نمیدونم پشتوه، این فارس زبانه، این لوره، این کرده، این بلوچه، این فارسه، این سیاهه، این نمیدونم سفیده، این زبانش فلانه، لهجه دیگه رو مسخره کردن، فلانی رو مسخره کردن. اینا همه علامت چیه؟ علامت ابو جهلیه. اینا صفات کیه؟ صفات نمرودی و فرعونیه. اون فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، خودش رو میدید دیگران رو تحقیر میکرد. این ارزشش از ارزش یک حیوان کمتره. هر کسی که این صفت رو داشته باشه این صفت ابو جهلی است، این صفت جاهلان هست، احمقان هست. حضرت ابوذر کیه؟ زبان تلخ حق. ابوذر کیه؟ اون کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ابوذر تک تنها میاد روز قیامت. یعنی چی؟ خداوند فرمودن ان ابراهیم امه، ابراهیم نرد مردانه یه امته، ابوذر یه امته. این ابوذر وقتی میاد به بلال میگه ای بچه سیاه چرده، تحقیرش میکنه. بلال تو مادرت سیاه بود، تو داری خودش رو میبینه، بلال رو نمیبینه. اینو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند یا ابوذر انک امرؤ فیک جاهلیه، ای ابوذر تو ابوذری بله، اما هنوز تو جهالت هست. این جهالت رو باید پاک کنیم. حج به ما این درس رو میده. ابوذری که حج میسازد صورتشو میذاره رو زمین، میگه با خدا سوگند ای بلال صورتم رو بر نمیدارم تا پای تو رو بذاری رو صورت من. باید بفهمیم که این جایگاه جهالت. تویی که میگه از دیگران بهتری به خاطر لباست، به خاطر قومیتت، به خاطر زبانت، به خاطر کشورت، تو جاهلی. باید صورتت رو بذاری روی زمین تا برادر مؤمن دیگرت که اون رو از خودت کمتر میدونستی پایش رو بذاره رو صورتت. اون وقت تو اصلاح میشی، تو ساخته میشی. حج میاد به ما این درس رو میده. در حج همه مؤمنان جمعند، سیاهمون، سفیدمون، افریقاییمون، اروپاییمون، آسیاییمون، نمیدونم پولدارمون، نادارمون، رئیسمون، فقیرمون، جاهلمون، عالممون، همه با هم در یک جا، یک شعار، لبیک اللهم لبیک، شعار وحدت الله، شعار بندگی در مقابل الله. شعار اینه که من و شما هممون بنده خداییم، اونم یک خدا. این شعار میاد همه این فرقهایی که فطرت برای ما ساخته که همدیگر رو تکامل بدیم، این فرقها ذوب میشه. ما هممون میشیم چی؟ یک بنده خدا، با یک برنامه زندگی، با یک شعار، با یک شیوه عبادت. هممون میشیم یک جسد واحد. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت.
اومدیم به حج، اومدیم در اینجا با یک خاطراتی زندگی کنیم، اومدیم در اینجا بهترین سرزمین خداست، مکه مکرمه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودن انک لاحب بقاء الله الی الله، ای مکه تو بهترین و عزیزترین خطه روی زمین برای خدا هستی. و بعد از مکه میاد مدینه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که خدایا مدینه رو تو قلب ما همونطور عزیز بگردان که مکه رو عزیز کردی. اومدیم در اینجا تا با یه خاطراتی تجدید پیمان کنیم. میدونید چرا دشمنان اسلام همیشه سعی دارن، شیطان ها همیشه سعی دارن ما رو از حج دور کنن؟ جالب اینجاست تا حالا هیچ کشوری در دنیا این نشده که مردمش رو از حج نذاره برن حج. حتی در زمان کفر جاهلیت که بودا کسی نمیتونست کسی رو ممنوع کنه، منعش کنه که بره به حج. جالبه ها. تنها تو کشور ما شیاطین جمع میشن که ما رو نذارن بریم حج. میدونید چرا؟ چون که اگه ما رفتیم اونجا صدای سمیه شهید رو میشنویم که در مقابل طغیان طاغوت داره استقامت میکنه، جان میره، اولین شهید اسلام میشه. صدای یاسر رو میشنویم که در مقابل دشمن چون کوه ایستاده. صدای احد بلال رو میشنویم که در زیر تازیانه طاغوت حاضر نیست شرک بورزه به خداش. میریم اونجا میبینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چطور بت میشکنه، میبینیم که ابراهیم خلیل چطور بت میشکنه. اونجا که رفتیم چش و گوشمون باز میشه، میبینیم که ما جزئی از یک بشریت بزرگ، از یک خانواده بزرگ، خانواده 1.5 میلیاردی مسلمون هستیم. اینجاست که اون تصورات احمقانه‌ای که تو ذهن ما کاشته بودن، اون مفاهیم جاهلانه‌ای که به خورد ما داده بودن که ما از دیگران بهتریم، اون عبادت‌های من درآوردی و اون دینی که دین فروشان آخوندها برای ما ساخته بودند، ما را از سجده به سوی در درگاه الهی گرفته بودند، برده بودند تو دکانایی که خودشون ساخته بودند، اسمشون رو امامزاده و قبر گذاشته بودند تا ما را چپاول کنند. این مفاهیم کلا عوض میشه. ما رفتیم به خانه خدا. در خانه خدا نه اونجا دیگه خمس دادنی هست، نه نذوراتی هست که بره به جیب آخوند. اونجا عبادت هست. من بنده ام با خدام. واسه همینه که حج یک انقلابی به وجود میاره تو انسانها. این انقلاب اون چیزیه که دشمن شیطان ازش میترسه. ببینید در قصه های امروز از دعوتگران امروزی که دعوتگر بسیار نامداری هست، آقای مالکوم ایکس در آمریکا مسلمون میشه. به دست کی؟ به دست یک گروهی که خودش رو مسلمون میدونن. علی جا محمد نامی یک گروه امت اسلامی درست کرده بود، بلالیون نامی درست کرده بود، دین سیاهان. در این دین سیاهان چه بود؟ که ما سیاهان از دیگرها برتریم. یه رد فعلی بود در مقابل اون تبعیض نژادی که سرخ پوستان و سفید پوستان و نمیدونم آمریکا یا اونا داشتن روی این سیاهای بدبخت. اومدن دیدن که باید ما از دیگر، اونا هم میگن ما بهتریم، ما میگیم ما بهتریم. یک دینی برای خودش درست کرد، اسمش رو هم گذاشت اسلام. با اسلام هیچ رابطه ای نداشت. آخرش هم خودش رو پیامبر کرد. مالکوم ایکس در این مدرسه است. از اینجا مالکوم ایکس خداوند بهش فرصتی میده بیاد به حج. میاد در فضای حج میبینه عجب، اینجا همه یکسانند، نه سیاه را بر سفید برتری است، هیچ تبعیض نژادی وجود نداره، همه یک لباس پوشیدن، یک شکل، یک عبادت انجام میدن در مقابل یک خدا.
همه بندگان خدا هستند، همه فرزندان آدم هستند. هر برادری با برادری دیگه شکل و قیافش فرق میکنه، ما هم هممون، اما همه یه خانواده ایم. مالکوم ایکس برگشت کل دعوت علی جان محمد رو تغییر داد، کردش اسلام واقعی. حج این ویژگیشه. من و شما از یک فرهنگی که این فرهنگ رو کیهاها ساختن، برای چه هدفها ساختن، من و تو رو گول زدن، الان میاییم در حج کل این مفاهیم دروغین و این ساختگی ها اینا ذوب میشه. اینجا میبینیم که نه، شیوه عبادت خداوند یه شیوه دیگه است. به ما گول زدن. دین خداوند، دینی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورده، دین محبت وحی، یک دین دیگه است. اون چیزی که برای ما ساخته بودن پس چیه؟ چه اهدافی پشت سرش بود؟ اونجاست که میبینیم چی کار کردن؟ ناموسمون رو به تاراج دادن، مال ثروتمون رو چپاول کردن، رومون سوار شدن، یه دین دیگه برامون ساختن، گولمون زدن. اومدیم اینجا که صحابه بودن، اینجا که مکتب رسول خدا بود، اینجا که اهل بیت رسول خدا بودن، اینجا علی اینطور عبادت میکرد، جعفر اینطور عبادت میکرد، امام حسن و حسین اینطور عبادت میکردن که همه مؤمنان انجام میدن. اینجاست که میفهمیم که ای راهی که ما میرفتیم این به گورستان بود، این به جهنم بود. این تغییر و تحولی که در هر انسانی اینجا به وجود میاد، اینجاست که میفهمیم همه این امت یه امته، همه این خانواده یه خانواده است. این وحدت اسلامی رو وقتی اونجا میبینیم احساس میکنیم که ما جزئی از این تنه بزرگ امت هستیم. افتخار میکنیم که چقدر ما امت بزرگی هستیم، چقدر امت نیرومندی هستیم، چه پتانسیل های قدرتی در ما هست. همدیگر رو میشناسیم، با برادرانمون از انهای دنیا آشنا میشیم، همدیگر رو به آغوش میکشیم، همدیگر رو میبوسیم، به دست همدیگر رو میفشاریم. همه اون فرقها و اون دینهایی که دیگران تراشیده بودن، اون آزرهایی که برای ما بت تراشیده بودن رو از خودمون طرد میکنیم. برمیگردیم، اولین کاری که میکنیم تیشه میگیریم، بتها رو میشکنیم، ابراهیم میشیم. ابراهیم بت شکن چی کار کرد؟ مذهب موروثی پدر رو سر زد. از پدرمون، از نیاکانمون یه چیزایی به ما ارث رسیده، یه دیانتی، یه مذهبی. این مذهب رو آزرهای مذهب فروش برای ما ساخته بودن، این باورها رو آزرها برای ما ساخته بودن. الان من رفتم با ابراهیم عهد بستم که ای ابراهیم، ای خلیل الله علیک السلام، من اومدم از اینجا که برمیگردم تیشه میگیرم، میزنم، همه بتها رو میشکنم، همه میراث نیاکانی که با دین تو ای ابراهیم، با دین تو ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم گام نیست هم رنگ نیست، اون رو میشکنم، من بتها رو خواهم شکست. این وحدت امت این روح رو در من ایجاد میکنه. وقتی میام اینجا، وقتی میام با این خاطرات زندگی میکنم، وقتی میام اینجا چشام کوه نور رو میبینه، وقتی اینجا میام، اینجا جایی است که اقرأ نازل شده، اینجا جایی است که قرآن نازل شده. از اینجا عهد و پیمان میبندم که من برم از امت اقرأ بشم، برم بت جهالت رو بشکنم، برم ابو جهلیت خودم رو بندازم کنار، پوستین ابو جهلیت، اون نمرودی که تو دلم بود، اونا رو در بیارم بندازم دور،
من اینجا اومدم، اینجایی که هر روز فرشته ها می اومدن، اینجایی که جبریل نازل می شد، اینجایی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، اینجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه با خدیجه اهل بیت رو تربیت می دادن، خانواده خودش رو، بچه های خودش رو تربیت کرد، اینجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دار ارقمش رو تشکل داد، اینجایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مکتب رسالت رو تربیت کرد، اینجایی که جای صحابه بود، صحابه اومدن دین رو رسوندن به تابعین، تابعین به بعد و بعدها، و تا امروز این چرخ ادامه داره. دین خداوند همون طوری که پیامبر به صحابه نشون داد، صحابه به بعدیا اومد به من رسید. از اون طرف دنیا من اومدم که چی؟ اومدم از محبت وحی، از میان این مدرسه بزرگ امت حقایق رو بگیرم. اومدم که از اینجا که برگشتم برم همه اون مذهبی که برام ساخته شده، آذرها درست کردن، همه رو گردن بزنم. اونجا اومدم تا یاد بگیرم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما، کریمترین شما، با مکانت ترین و با وجاهت ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. اینجا اومدم که دیگه بر هیچ انسانی خودم رو برتر نبینم، هیچ انسانی رو تا ابدالدهر تحقیر نکنم. ابو سفیان با سران قریش بعد از اینکه مسلمون شدن اومدن پیش امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب. اینجا کی اومده؟ باز اومده صهیب، اومده بلال، اومده سلمان، اینایی که تا دیروز برده بودن. حضرت عمر به اینا اول اجازه میده که وارد شن. این بعضی از این سران بهشون بر میخوره. ابو سفیان میگه که میبینم که ناراحت شدید. چطور؟ اینایی که تا دیروز برده بودن اینا رو، غلاما رو میبره؟ ما که سران قریشیم اجازه ورود نمیده. اول ابو سفیان بهشون میگه اون روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوتش رو آغاز کرد، اینا بودن که لبیک گفتن. شما کجا بودید؟ اینا رو ایمانشون برتری داد، شما رو تأخیرتون در ایمانتون عقب انداخت. پس ملاک برتری، ملاک خوبی، ملاک ارزش دین هست، تقوا هست، رابطه من بنده با خدام هست. اینی که پوستم چه رنگه، از چه قومیم، از چه نژادیم، از چه کشوریم، این رو نه من پدرم رو انتخاب کردم، نه مادرم رو، نه زبانم رو، نه جایگاهم رو، نه کشورم رو من انتخاب نکردم. این بر من تحمیل شد. افتخار کردن، پوز دادن به اون چیزی که من توش هیچ نقشی نداشتم، این از علامت‌های جهالت هست. میخوایم پیش خدا عزیز باشیم، هرگز با زبانمون، با پاسپورتی که داریم، با گذرنامه‌مون، با شناسنامه‌مون پیش خدا عزیز نمیشیم. پیش خدا با چی عزیز میشیم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزی شما معیارش تقواست. و اومدیم در این فضای حج در بین این میلیون‌ها مسلمونی که اومدن یاد گرفتیم من یکی از این بشریتم، یکی از این مسلمونا هم. همه این مسلمونا میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. منم ناخودآگاه همراه این مسیر حرکت میکنم. این مسیر بر چه راهی دارن میرن؟ بر راه محمد مصطفی. منم بر سر همون راه قدم میذارم، راهی که در اون غیر از خدا نیست، راهی که در اون همه با هم برادرن، راهی که در اون همه برادرها دست و دست هم دادن و اعتصموا بحبل الله کردن و شدن امت واحد، شدن یک کیان واحد. الان افتخار میکنم که من تنها نیستم. من یک بنده ای از بندگان خدا
که دست در دست برادران و خواهران مؤمن خود پیش به سوی خدا گام میزنم و تنها خدا رو میخوام. من اومدم اینجا تا چی؟ تا دینم رو یاد بگیرم. اومدم اینجا تا تمام زندگی نبوت رو مرور کنم. در اینجا همه پیامبران اومدند، در اینجا ابراهیم اومد این خانه رو برپا کرد. من اومدم تا مثل ابراهیم باشم. اینجا مهبط وحی هست، اینجا جبریل بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد. اینجا بود که محمد مصطفی تنها از این غار حرکت کرد، در این شهر اومد اینجا و امروز دعوت محمد مصطفی 1.5 میلیارد شده. اینجاست که من یاد میگیرم من تنها میتونم برم به کشور خودم، به شهر خودم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشم مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم که خداوند اون رو اسوه و الگو برای من قرار داده و من اومدم اینجا الگو برداری برگردم اونجا. من تک تنها کل جامعه رو عوض کنم. روز قیامت همه میان پیش خدا. بعضی از پیامبران میان 100 نفر همراهشونه، بعضی میان 1 نفر همراهشونه، بعضی میان هیچ که همراهشون نیست. من بیام و با من میلیونها نفری باشند که من سبب هدایت اونها شدم، در رکاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت کنیم. اونه که یه ارزش داره. اونجاست که میتونم درست نگاه کنم تو چشای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، با افتخار سرم رو بالا بگیرم بگم یا رسول الله واقعا من لبیک گفتم به ندای حق و بودم و شدم آنچنان که شما میخواستید. نداء الحق صوت قد شجاني